را گم نکرده است. دوتوربس به گروه میزرابی ها داخل می شود. سال 1938 پیدا شده است و این را اولین بار در ارکستر سازهای خلقی یعنی استفاده بردند. از چوب های چهارمغز، توت، زردآلو تراشیده می شود. ساز خلقی تاجیکی می باشد. در ارکستر، در انسامبل، در مکتب ها آموزانده و استفاده برده استادند. دوتوربس برای بستن آهن نقش پایانی را اجرا می کند و آهنگی که در اوج تولید است، باز صدای این اسباب با تارهای خود به آن نوای دلانگیزی را ضم می کند و از پرده ها و قسم های گوناگون عبارت است. این اسباب ساز دوتوربس از 8 قسم عبارت است، یعنی که کاسه‌خانه، روی پوش کاسه‌خانه، خرک، سیم‌ها، پرده ها، دسته، گوشک و شاخچه‌ها که برای آرایش دوتوربس استفاده برده میشد برای زیبایی آن. دولتعلی مطرب، نوازنده، رامشگر و دوستدار اسباب موسیقی دوتوربس، او در رشته سازهای موسیقی از جمله دوتوربس تحصیل کرده است که امروز با این اسباب ملی تاجیکانه کار میکند و نوای دلانگیز را بنیاد میسازد و پیشکش هواداران صوت و نوا میگرداند. صبحگاهان بیشتر من ایجاد میکنم، یعنی سرود، ترانه در وصف مادر، در وصف وطن، در وصف عشق عاشقی و رو میارم به اسباب دوست داشتم که دوتوربس نام دارد. دوتوربس نام دارد و این رو گرفته یعنی مشق میکنم، کار میکنم که نوازش من در دل مردم راه بیاد. توجه کردن با اسباب‌های ملی و احیا نمودن آنها در قطار دیگر اسباب‌های معاصر امروز از طرف مطربان ما نیز خوب به راه مانده شده است که پیوندگر آن به نسل‌های آینده میباشند.